چاوک است ها. اینمی که موتورسیکل در بالی سرش هست. یادگاری است موتورسیکل نمونه سمپل است. موتورسیکل هم اصلی است. اوکی ها. خوب یک چیز انتیک بود. یام شهر غزنی است. این منطقه با نام علی قندار سابقه یاد میشه. هتل مزار. هتل مزار. جای مشهور همینجا است. جای مشهور است. شهر باز داخل است. باز شهر داخل است. همین در دو دروازه که هست داخل همین. سرک دیگه مستقیم طرف شهر است. اثر خندقکای مقبولتان میبینم. برای هر کدامتان فعلا من یک دانه کتابچه میتم باز باقی مانده را اداره نظر به لزوم دیدتان براتان قلم رنگ پرکار، قلم پنسل، قلم خودکار اینا رو باز اداره بر شما توضیح میکنه. درست است؟ استاد خان در کجا رسیدیم ماله؟ در دروازه غزنی. دروازه غزنی. باز میریم طرف شهر بخیر. طرف شهر غزنی. یعنی همین دروازه است که آدم در شهر غزنی داخل میشه. علمی داره این دروازه. چاوک است ها. اینمی که موتورسیکل در بالی سرش هست. یادگاری است موتورسیکل نمونه سمپل است. موتورسیکل هم اصلی است. اوکی ها. خوب یک چیز انتیک بود. یام شهر غزنی است.
دوستان عزیز آمدین اینجا باش که از دکان داره یکی از جوان‌ها و اینجا سر صبح است. اولین دسترافش مستم یک معلومات بهتر راجع به این شهر خود که در کدام منطقه است اینجا. اول خود یک معرفی که استاد خان میباشید. نام من ماهر از ولایت غزنی از مرکز. مشرف شد. سگه ارزو. بسیار خوب. این منطقه با نام علی قندار سابقه یاد میشه. یعنی هتل مزار. هتل مزار. جای مشهور همین است. جای مشهور است. شهر باز داخل است. باز شهر داخل است. همین در دو دروازه که است داخل سرک دیگه مستقیم طرف شهر است. چطور از کاروبار زندگی؟ کاروبار خوب است. این نام 5 صبح دکان آواز میکنه تاش. موفق باشی به مزاحمت شدم در سر یک جان تشکر. خیلی این بخیر دروازه خروجی غزنی است، شهر غزنی است که ما از این دروازه خارج میریم به طرف جاغوری، طرف دولت‌سالی جاغوری میریم. این آخری دروازه شهر غزنی است که ما این از این سفر بخیر از شهر بهلول دانا خدا نگهدار. بخیر سفر بخیر از شهر بهلول دانا. استاد قندی دشت چیه؟ دشت قره‌باغ. دشت قره‌باغ. یعنی دشت قره‌باغ رو سمت گلکو و خروج و سمت دیگه. این سمتش ها؟ آره. دیگه رو سمت زردالویه. خیلی هست به زردالو میگه اونو. بیننده عزیز، حال ما در منطقه قره‌باغ در بازار مارکت قره‌باغ آمدیم. بازار زردالو که امروز یکی از جوانی که در اینجا کار خبازی را پیش میبره در این منطقه و بچه بسیار یک جوان بسیار آگاه معلومش و میگه که ما و میتونه به زبان پشتو دری با ما شما صحبت کنه. این منطقه مردمشان هم زبان دری یاد دارن و هم به زبان پشتو صحبت میکنن. یعنی نال ما در این منطقه آقای قند اسم خودم معرفی کنم. اسم شما؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نام روح الله قره‌باغ ولسوالی زردالو که دنانوایی کار میکنم. دیره دا سه وای که دغه منطقه کوم ځای د سینمایي دا منطقه زده زردالو ده د قره‌باغ ولسوالی مربوط ده. دیره او دا د زردالو د تقریبا جاغرو د زردالو د قره‌باغ منځ کې او سرحد نو د مسافرانو لپاره دلته ډېر ښه آمادګي نیول کېږي او څلور دانې هوټله دي. بس ټول څه مسافر چې د له جاغرو له مالستانه له روزګانه تقریبا له دغه خو څه مسافر راځي ټول دلته راځي دلته مړۍ خوري دلته ټول چای خوري او بیرته داسې کابل ته ځي. کابل له خوا چې راځي هغه هم دلته درېږي. ډېر خلک راتګ دلته ډېر دي روزانه و ډېر له مخکې اوس کم سوي دي اوس کم سوي دي او مخکې ډېر ولو. دغه سړک هم دایم هم دغه شان و؟ نه مخکې سم و. یعنې قیر و؟ نه مخ قیر نه و او دا جوړېدو خو بس جوړ نه سو ټول شیان اماده دي اوس هم سته خو که جوړ سي. ډېر وبخښئ تاسو چای هم چای رسېږي څنګه د کاروبار؟ شکر الحمدلله الحمدلله خوب سمه ده.
گرمی هم سسته شده. گرمی ول دی بعد نو ورځ پر ورځ هوا ګرمیږي. اما دلته بازار ده نه؟ او دلته مدرسه مکتب څه شي ستا مکتب هم ستا مدرسه هم ستا خو مدرسه هم ستا د جنو لپاره مدرسه ستا. ها مکتب هم ستا. مکتب هم ستا له اوله تر 12 پورې ستا. په څه نومیږي؟ مکتب د سید جمال الدین افغان په نامه باندې. ها استاد مزاحم نکیږو. خیر اوسه. چای وخوره. ډیره مننه وره. مهرباني سره. های میدان بالاخره بعد از 9 ساعت مسافه راه از کابل تا جاغوری بالاخره ما مکتبی که هدف ما بود رسیدیم. سلام برادر. سلام دیگه انشالله شما را در جریان گزارش قرار میدیم. خوشبختانه بعد از 9 ساعت مسافه راه از کابل تا اینجا در ولسوالی جاغوری ولایت غزنی در مکتب کندلقاش مکتب ابتدایی کندلقاش رسیدیم. شما را دعوت میکنیم به جریان این برنامه و بعدا توزیع تحفه و کتابچه هایی که ما از شهر کابل برازینا به همت خواهر ما که به نمایندگی از فامیل هوتک مقدار پول را با ما ارسال داشتن و ما خواستیم که این کمک هایشان برای اطفال یتیم و بی‌بضاعت و بیجا شده کشور ما در دورترین نقطه کشور ولسوالی جاغوری برسانیم که خوشبختانه ما موفق شدیم و حال شما را در جریان قرار میدیم به جریان برگزاری این محفل. من از طور خندقکای مقبولتان میبینم. برای هر کدامتان فعلا من یک دانه کتابچه میتم باقی مانده را اداره نظر به چیزتان لزوم دیدتان براتان قلم رنگ پرکار، قلم پنسل، قلم خودکار اینا رو باز اداره بر شما توضیح میکنه. درست است؟
کابل امروز روایتگر تاریخ فردا.